سلام دوستای عزیز، امید که صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، امروز بخیر. بعض دوستایی که میاین امریکا میاین و میخواین در موتر کار کنن و در این باره میخوایم معلومات بدم و از تجارب خود بگویم و شما دوستایی که از قبل آمدین و تجاربی که دیدین او را میتونین که باز در کامنت هم شریک بسازین همراه ما. و بعض دوستا سوال کرده بودن که تیکسی های امریکا چه قسم است. در امریکا تیکسی نیست دیگه، همو اپلیکیشن هایی است که کار میکنن، آنلاین است، اوبر است، لفت است و دوردش است، اوبریت است. خب ما خودم کار نکردیم و بار اولم است دیگه و میخوایم کمی تجارب که گرفتیم از دوستا امی را شریک بسازم. و یکی از دوستا گفت که باید اوبریت کار نکنیم به خاطر از اینکه کسایی که میخواین، به خاطر از اینکه او میگه اگر به مشتری دیرتر برسانی اکانتتان لاک میکنه و بهترش همی است که دوردش و از دشرپ استفاده کنین. دوردش کسایی که غذا آردر میتن انستال میکنن و کسایی که کار میکنن دشر انستال میکنن. اینمی یکی از تجارب ما بود که ما گرفته بودم و ایران میخوایم همراه شما شریک بسازم دیگه. از او خاطر حال یک آردر میگیرم کار میکنیم که چه قسم است و چه قسم میشه و ما از قبل انستال کردیم دیگه. میایم این دشر خود باز میکنم، یک آردر بگیریم. خب موقعیت ما بیزی است، وری بیزی است، یک دش میگیم. خب سیو همی به خاطر که فعلا ما یک آردر میگیریم همی 4 و 30 را انتخاب میکنیم که تا 4 و 30 میخوایم کار کنیم. از ما سوال کرده بود دیگه. آن اینجا که است looking for offers است، با آفرها جستجو میکنه. ببینیم یک جای نزدیکتر را پیدا کنیم که گفته $14 است و 15 مایل است. زیاد است دیگه، منتظر می باشیم که رد شوه. یک کمتر میگیریم که همی شما طریقش هم بفهمین و چطور انجام میشه دیگه. این چند ثانیه است، 18 17 باید ثانیه آخر شوه و منتظر دیگه آردر باشیم. اکسپت نکنین دوستای عزیز. بعد از اینکه اکسپت کردین او را کنسل کردین، اما قدر امو ریتتان در پیش اپلیکیشن پایین میه و امو چی را برما داده که امو آردر را داد، امو قیمتش بالا برده. خورای بیخی دور است که را قبول نمیکنه و هیچ وقت گفتم که قبول نکنین و پس کنسل نکنین که به نقصتان است. خب یام رفت، منتظر دیگه هستیم یک کوتاهک بیایه بر ما. این میگیریم 4.2 مایل است و $7.5 است، 7.25 را قبول میکنیم. و در اینجا یک موتر است، فلیور هایف میگه، رستورانت است، در موتر جور کردن. اینجا اکسپت میکنیم دیگه. ایره که اکسپت کردیم به ما دایرکشن هم رستورانت اول میتم دیگه. حالا فعلا من ساوندم بلند میکنم از موبایل که بر ما دایرکشن هم میگه که ما بفهمیم. اگرچه خود دایرکشن که در مپ است و هم خوب است همکاری میکنه، اما باید که ساوندم بالا بانیم. حالا بخیر حرکت میکنیم. Turn left onto North Ripley Street. In 900 feet, turn left onto Duke Street. Turn left onto Duke Street, Virginia 236.
In 900 feet, turn left onto North Paxton Street. Turn left onto North Paxton Street. Then turn right onto Duke Street. Turn right onto Duke Street. Then, in 200 feet, turn left. Turn left. In 300 feet, turn right. Turn right. Then you will arrive at 5249 Duke Street, Alexandria, Virginia 22304, USA. You have arrived at 5249 Duke Street, Alexandria, Virginia 22304, USA. خب دوستای عزیز فعلا رسیدیم و ایره اگزیت میکنیم. اگزیت که کردیم حالا میگیم arrive at the store. میفهمیم که اینجا هست که نرسیدیم. میره arrive میگیم و میریم طرفش. های و همون نام که هست که رو برشان نشان میتیم و دیگه براتون آردر میاره و اینجا کانتینیو پیکاپ میگن. عکسش باید بگیریم و دن میگیم، کانفرم میکنیم و حرکت میکنیم. باز بر ما دایرکشن میده. اینجا گفته که من یک بل دریافت کردم، میره از تان پرسان میکنه دیگه. ایره قبول میکنین و دایرکشن هم انتخاب میکنین به این شکل و آردرتان هم یک جای مناسب میمونه. پس بخیر حرکت میکنیم طرف خانه مشتری. In 300 feet, turn right onto Duke Street. Turn right onto Duke Street. Then make a left U-turn at North Paxton Street. Make a left U-turn at North Paxton Street onto Duke Street, Virginia 236.
100 feet, turn right onto South Pickett Street. Turn right onto South Pickett Street. Continue for 1 mile. In a quarter mile, turn left onto South Van Dorn Street. Turn left onto South Van Dorn Street, Virginia 401. In a quarter mile, turn left onto Eisenhower Avenue. Turn left onto Eisenhower Avenue.
for 2 miles. In a quarter mile, turn left onto Cameron Park Court. Turn left onto Cameron Park Court. Then 106 Cameron Park Court, Alexandria, Virginia 22304, USA will be on the right. 106 Cameron Park Court, Alexandria, Virginia 22304. The USA customer is on the requested right. you leave the order at their door. They added the following instructions. Leave at my door.
خب دوستای عزیز، ما را گفت که در پشت دروازه مسترکشن دایرکشن خود داد و ما چراغای کیانه ما اینجا در عرض سرک استاد که رو روشن میکنیم و از این قسمتی را اگزیت میگیم. دیگه خانه 106 است. منتظر هستم که را اگزیت کنه، اما چرا اگزیت نمیکنه؟ باید اینجا اگزیت شوه. Drive north on Cameron Park Court. Then make a left. Drive north on Cameron Park Court. Then make a left U-turn at Dominion Mill Drive. 106 Cameron Park Court, Alexandria, Virginia 22304. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions. Leave at my door. خب نمیفهم دوستا که مشکل است ما بود از چی بود اگزیت نمیکنه. Drive north on Cameron Park Court. Then make a left U-turn at Dominion Mill Drive. خب دوستای عزیز، مپ کار نمیکرد. ما گرفتم برش پیام ماندم به مشتری و گفتم که اپ کار نمیکنه، پیکاپ کار داره خوده. دیگه همون خاطر آمدتونه پیکاپ کرد آردر خوده، اما مپ کار نمیکرد. دیگه تکمیل شد آردر ما. اما به خاطر از این که باید پول بر ما بیایم، باید که باز ما ایره باید بریم در تنظیمات در شهر ما و را باید برش بگوییم و مسیج نوشته کنیم که این چی ما مشکلات که بود به مو خاطر اونجا تکمیل نتونستم، اما به مشتری پیام ماندم و مشتریام خودش پس بر ما گفت که گادت یعنی دریافت شد و همینجا بود که خب شد که یک تجربه نو بر ما بود، تا بالا هیچ نشده بود. اما ببینید ما دایم که اینجا اگزیت میگم از مپ، ما وقتی که رسیدم این کلوز میشه و از ما عکس ها و عکس میخوای از پشت دروازه، اونا نشد. اما دلیوری ما تکمیل شد و هم گرفتش و خوش شد مشتری. دیگه همینجا بود که آردر ما تکمیل شد. و خب این بود دوستای عزیز یکی از کارهایی که در موتر میکنیم در امریکا و در اینجا گفتیم که تکیسی نیست. و دوستای عزیز دیگه شما هم کسایی که هستن کار کردن تجارب خود لطفا نوشته کنین در کامنت و بر ما نظر بتین که ما کار کردم درایو ما و گرفتن آردر و رساندنش چطور بود. خب تشکر از شما دوستای عزیز که تا آخر ویدیو همراه ما بودین و لطفا چینل ما را سابسکرایب کنین تا که از ما حمایت کنین. وقتتان خوش، وقت بخیر.